میگه داشتن عتبه حسینی بناشون این شد که حرم رو گسترش بدن. قدیما آمدن همین خونه هایی که باید میخریدن و خریدن. یه خونه کلنگی کوچیک اون وسط اومدن گفتن آقا سلام علیکم. سلام علیکم، شما همسایه حرم ابی عبدالله؟ بله. ما این خونه رو برای طرح حرم میخوایم. یه نگاه کرد گفت الان نمیده. رفتن یه مدت اومدن گفتن آقا ما این خونه رو میخوایم، این حرم لنگ توه. گفت نمیفروشم. رفتن مبلغ رو بالا آوردن. آقا ما چند برابری که به بقیه دادیم به تو میدیم، بده این خونه رو. حرم معامله با امام حسین نمیده. یه چند مدت بعد اومدن یکی گفت که آقا چی نشستید بده این خونه. بنده خدا نه تنها خونه رو نمیفروشه، مصالح ریخته دم در خونه، داره خونه رو هم تعمیر میکنه، درستش میکنه. این داره لج میکنه با ما. می کلی هم پشت سرش حرف زده. بابا عجب آدمیه، چه آدم بی خودی. گذشت. یه روز این مسئول عتبه نشسته بود، میگه دیدن که یعنی آقا یه نفر با شما دم در کار داره. کیه؟ گفت همین پیرمرده است صاحب این خونه. گفت خب. گفت اومده میگه من با فلانی کار دارم. می اومدم گفتم خیره ان شاء الله، نظرش عوض شده، چی شده؟ خواب دیده، چیزی شده؟ اومد گفت آقا سلام. گفت بفرمایید. این چیه؟ گفت این کلید این خونه ماست، تقدیم محضر ابی عبدالله. گفتم مرد حسابی ما چند مدتی داریم میایم التماست میکنیم نمیدی، چی شد الان؟ گفت من از اولم نیتم نبود ندم. گفت چرا این کاری کردی؟ گفت نگاه به خونه زندگی کردم، این خونه خراب شده، این خونه نمیشه به امام حسین داد. پولم نداشتم درستش کنم، چند مدت رفتم کارگری پول جمع کردم، خونه رو دست به سر کلش کشیدم، خیلی شرمنده زینب نشید. تموم شده، بفرمایید حالا میتونید خرابش کنید. حسین جان قدیم شب اول میشد این مسگرهای بازار اصفهان دیگای روزه رو میبردن سفید میکردن، تمیز میکردن. ای خاک بر سرم، بی آمادگی آمدم، با دل آلوده آمدم، با گناه کرده آمدم. جان عباست، ما امشب هم اسم ابوالفضل آوردیم، هم اسم مادرتو. حسین جان یه دست به این دل ما بکش، وجودمون پاک شه، برات راحت گریه کنیم.